دو تا نکته وجود داره که اگر انجامشون بدی و بهش پایبند باشی قطعا شک نکن توی 2 هفته لاغریت شروع میشه. سلام بچه‌ها، من پویا کمالی هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید از چنلمون. اگر که به مطالب تناسب اندام و لاغری علاقه‌مندی و دوست داری که زودتر به اون وزن و بدن ایدئالت برسی، خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب بکنی و اون زنگوله بغلش رو هم بزنی که به محض اومدن ویدیوهای جدید تو اولین نفر بتونی ببینی. خب بریم سراغ ویدیوهای امروز. دو تا نکته وجود داره که میخوام توی این ویدیو بهت آموزش بدم، اینکه چجوری اون لاغریت شروع بشه و اون کاهش وزنت استارت بکنه. ببینیم بچه‌ها، اون چیزی که وجود داره و اون دیدگاهی که بین عموم وجود داره اینه که برای لاغری اولین چیزی که به ذهنشون میرسه میگیم بریم پیاده روی و این خیلی رایجه. دیدی افراد زیادی میرن پیاده روی میکنن، چه سن بالا چه سن کم. پیاده روی جا افتاده، به اشتباه هم جا افتاده. پیاده روی یه فعالیت بچه، یه اکتیویتیه و نمیشه به عنوان یه ورزش روش حساب کرد. یه ورزش که واقعا کالری سوزی داشته باشه و چربی سوزی داشته باشه. پس اولین نکته‌ای که تو باید انجام بدی اینه که پیاده روی رو لطفاً بیخیالش شو. اگر که می‌خوای سریع کاهش وزنت شروع بشه، پیاده روی رو بیخیال بشو. پیاده روی رو فقط میتونی به عنوان یه فعالیت عادی روزانه انجامش بدی، نه به عنوان هدفی که تو رو به اون لاغریه برسونه. به جای پیاده روی بیا چیکار بکن؟ بیا تو تمرین مقاومتی انجام بده. یعنی چی مقاومت؟ یعنی اینکه تو داری نسبت به یه مقاومت یا وزنه‌ای نیرو وارد می‌کنی یا حرکت رو انجام بدی. مثلا یعنی چی؟ مثلا حرکاتی که توی بدنسازی انجام بدی نسبت به مقاومتی، مثلا حرکت جلو بازو داری انجام میدی. این ورزش مقاومتی هم میتونه از وزنه به عنوان مقاومت استفاده بشه یا هم از وزن بدن. یه سری از ورزش هست که با وزن بدن نیاز به تجهیزات خاصی هم نیست. در کل منظور اینه که حتما ورزش مقاومتی انجام بدی و در کنارش یه کار دیگه هم باید انجام بدی که حتما حوازی با شدت ثابت رو داشته باش توی این تایمی که داری ورزش میکنی. یعنی اینکه یه روز رو تو برو اختصاص بده به ورزش مقاومتی که بهترین گزینه‌ای که میتونم بهت پیشنهاد بدم بدنسازیه و بعدش روی روز دیگه رو یه روز در میون برو. یه روز بدنسازی برو، یه روز دیگه رو برو حوازی با شدت ثابت انجام بده. نمیگم خیلی حوازی تو پرشدت انجام بده که اینجوری زود خسته میشه. یه شدت ثابتی رو داشته باش. با همون شدت ثابت حداقل 30 دقیقه بچه تا 35 دقیقه اینا مینیممشه و شما حداقل 35 دقیقه باید حوازی با شدت ثابت رو بزنید. این حوازی در کنار اون ورزش مقاومتی یه ترکیب بمب، یعنی قطعا این دو تا ترکیب با هم عمل میکنه. غیر ممکنه که شما این دو تا رو انجام بدی و لاغریت شروع نشه، مگر اینکه مشکل ژنتیک خاصی داشته باشه که خیلی بعید. و نکته دومی که باید انجام بدی که خب خیلی بازم رو بهش دقت نمیکنن اینه که بچه بارها گفتم کالری نقصان، رژیم غذایی، لطفاً رژیم غذایی اصولی داشته باشه. رژیمی که بر اساس اصول نوشته شده باشه، علمی باشه، همینجوری نباشه که هیچی نخوریم یا کلا شام نخوریم، برنج حذف کنیم. این رژیم کاملا منسوخ شده و اصلا دیگه عملی نیست. یه رژیم بگیر که حالا من گفتم حتما توی کالری نقصان باشه و بعد توی ریز جزئیات مثل درشت مغذی هایی که پروتئین یا کربوهیدرات و این داستانا، ولی در کل باید رژیم رو داشته باشه که توی کالری نقصان باشه. من اگر نمیدونی کالری نقصان چیه در کل یا بحث تعادل کالری ها، من قبلا یه ویدیو ساختم راجع به این قضیه، این گوشه تصویر میذارم، این ویدیو رو حتما ببین و این دو تا نکته که بهت گفتم رو انجام بدی. یعنی امکان نداره، یعنی من رگامو میذارم که تو اینا رو انجام بدی لاغریت شروع میشه. اگر نشد بیا من رو بلاک بکن به همین راحتی و اینا رو انجام بده. شک نکن که لاغریت شروع میشه. خودم روی شاگردا و کلاینت های آنلاین و حضوری که داشتم این رو پیاده کردم و نتیجه گرفتم. پس تو هم میتونی بهش برسی. دمت گرم که تا آخر آن همراه بودی. یاد نره که لایک و کامنت بذار هر سوالی که داری و سابسکرایب چنل فراموش نشه که به من انرژی میده که بیشتر برات ویدیو بذارم. و دمت گرم تا آخر آن همراه بودی. 2 تا ویدیو هم اینجا بهت معرفی میکنم، دوست داشتین 2 تا ویدیو رو هم ببین. خیلی دوستتون دارم. فعلا.